لحظه‌هایی که ما و شما قرار داریم که بعدی تمام شدن این محفل ما و شما دادن مکافات دادن اجر نزد الله که از همه مهم و از همه بالا که خدای مهربان میگفته است اشهدکم انی قد غفرت لهم. آگاه باشید که ملائکه هاش شاهد میگرفته است که حضوری که اونجا یادی باشید، اون حضور، اون شرکت کننده ها را ما خطاهاشون را بخشیدیم، ما کمبودی هاشون را بخشیدیم. و این لحظه گویم خیلی نور و این لحظه بسیار مبارکی که الله امروز ما و شما را موفق کرد. ما شما را تبریک و تهنیت میگیم و از خدای مهربان هم دعامون هم همین است که خداوند آن لغزش ها و کمبودی هایی که کردیم و توفیل این لحظه ها از ما و شما نابود گردانند و جمع آمد ما هم که چگونه برادرها قید کردن، خدای مهربان عمر دراز و ایمان کامل و سعادت دارای نصیبشون گرداند. آمین. برادران عزیز و گرامی، برادر ما قاریبایی در اطراف این امانت الهی، این به حیث امانت هم برادر فرزنده و الله به ما امانت میتد. شما در معامله دنیایی اگر یک کس امانت تان بده، آیا اونتا جرأت دارین که همه امانت خیانت کنید؟ هیچ وقتی جرأت ندارین. حرکت میکنین که امانت گرفتگی را با صحت و سالم به صاحبش برسونید. همین فرزنده ها هم به حیث امانت الله بر ما میتید که ما اینها را باید من الجنت و الناس، ما از همه جهت اینها را باید حفظ کنیم، نگاه بداریم، زیرا که اگر نکنیم باز برای نکردن مونم ما برادر عزیز نزد خدای مهربان اذیت میکشیم، ما سرخم میشیم، زیرا همون امانت ده ما برادرای عزیز حقیقتا خیانت کردیم. پس من یک آیتی از قرآن برادرها کمتر معنا میکنم، خاک میبینم که با شما هم متادامای میتد در کار مشغول بمونده میشین، یکی ما را دهنمون گرم شب نمیفهمیم، باید میبینیم 1 ساعت 2 ساعت گذشت. برای ما میخوایم با شما را خسته کنیم، یک آیت قرآن یک کمی معنا میکنیم انشاءالله. همون گفتی شاعرها که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم انشاءالله انا باید گیرم یکان چیزی برای خودم، خدا خواهد کفایت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. از سوره مبارکه اسراء آیت 31. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که این آیت قرآن را من برای شما معنا کنم، یک صحابه بود به نام ابن حمید. ابن حمید نزد پیامبر آمد. نزد پیامبر آمد برادران عزیزم، چی درخواست کرد، چی خواهش کرد؟
گفت علمنی دعاء. پیامبر گرامی مرا تعلیم دعا کن. شما میدونید برادر عزیز که پیامبر میگه من لم یدع الله غضب علیه، کسی الله را اگر فریاد نزنه، کسی از الله مهربان نیاز و حاجت نخواهد، چه بی نیاز بگیرد، الله بر او غضب میکرده. بنده ای که او را فریاد نمیکرد، بنده ای که دست به جانب او نبردارد، الله خیلی بنده را نغز نمیدیده. زیرا این هم از مرحمت الهیه که با برداشتن و فریاد زدن تا من تمام نیازها و حاجتهای شما را برارم، تا شما خوار و ذلیل سرگردان نشید. زیرا در دعاها پیامبر نازنین میگه که الدعا ینفع مما نزل و مما لم ینزل. بازی چیزی که تو در دل داری، چیزی که تو بسیار رنج میته، بسیار ناراحتی، ممکن فرزندی بیراه داری، ممکن که زنی بچه دلت نداری، ممکن که سودای خوب نداری. بین پیامبر میگه هر چیزی که الحال هست را رنج میته، همون را از الله بخواه. حاضرش هم برطرف میکنه و مما لم ینزل، با از او مشکلات هایش که حالی آینده میآید پیش رویش را میگیره. فقط تو چیکار کن؟ تو دعا کن. وقتی الدعا مخل عباده باشه، الدعا هو العباده باشه، وقتی الله بگه ادعونی استجیب لکم، فریادم که اجابتت میکنم، پس برای چی ما حتی شما میدونین که الله دعای ابلیس قبول کرده. همین دعای ابلیس، وقتی ابلیس به سوی خدا گفت که فانظرنی الی یوم یبعثون، ای الله مرا اکا از درگاهت از پشت فرزند آدم پیش کردی، مرجومم کردی، ملعونم کردی، اکی یک دعا دارم، الی یوم یبعثون، مرا تا روزی که همین دنیا هست عمرم بده، عمرم بده. الله مهربان او شرط کرد فانک من المنظرینش گفت تو تا روز قیامت همین طلبی که کردی برای تو داده شد. مفسران میگه ای مسلمان ها، یک دعای بدبختترین، یک دعای دشمن الله قبول شد. شما چرا قرارین؟ شما چرا پروردگار را فریاد نمیزنید؟ برای همین برادران عزیز و گرامی، دعا در حیات ما و شما بسیار نقش مهم داره. چیزی که امروز برادرای عزیز، چیزی که مثل ما مردم مسلمان بغیر با گویم انا بعضی پیچتابه های زندگیمان با دیگر مشکلات ها و دیگر غم ها هم داریم. الله گفته است که مرا فریاد بزنید، مرا دعا کنید تا من به حاجت شما، تا من به فریاد شما برسم. ابن حمید همرا که میدانست آمد نزد پیامبر نازنین. چی گفت؟ گفت حضرت یک دعا قبول کن. باز برادرای عزیز، اگه ما حق ندارم که من تا این روز اولی کسی را در یگان نشستم نامشم نگرفتم، کسی را در راستشم یگان گپ هم نزدم. لیکن یک کار است که من در یک خانه درباره فضیلت قرآن وقتی گپ میزنم، یک خانه 100 آدم شتگه که میگم اکا از روی انصاف کی قرآن خوانده میتونه یک کس بلند میشه. از بین 100 نفر یک نفر ایجاش میخیزه میگه که من قرآن خوانده میتونم. همین برادرایی که در همونجا حضور دارن هیچ کدامش قرآن نمیخوانند. آیا همین قدرک در من حق ندارم که بگم برادرای عزیز
اگه الله شما را حفظ کنه، شما با اخلاصی یک گوینده لا اله الا الله را ما حق نداریم که در او باید خواک بد نگاه کنیم، ما باید در او تبسم کنیم. لیکن آخی این معجزه الهی، این کلام الهی بگیم با روز قیامت بالاتون دعوا میکنه که ما با همه شرایط امکانیت در پیشش بودم، گویا مرا ندیده میگذشت میرفت. ای برادر، این عمر دنیا بسیار عمر کم ای، به خدا بسیار کم ای، بسیار وقتی کم داریم. ما در همین وقتی کمکک اگر ما رو به همین کلام الهی نیاریم، همین را امروز که آزاد، من به خواندنش یگان جنایت نکردم، من به خواندن این یگان جزا هم نمیگیرم، و چرا خیلی نخوانیمش؟ بعد شما میدونین که قیامت چقدر روز دشوار میگن، بسیار روز دشوار میگن. حتی پیامبر نازنین چی گفت که میگه قریب تا 20 تار، ببین از 17 تا 20 تار میگه ریش تا موی سر حضرت سفید بود. ای چی حساب خودش چی گفت؟ شیبت هود و خواتها، این ریشای مرا، این 17 18 دونه که میبینین تا موی سرم، میدونین گو ای چی حساب سفید چی؟ این را سوره هود و برادرای سوره هود سفید کردن که در اوجا مشکلات قیامت میرود، سختی قیامت میرود. موی پیامبر سفید کرده است، پیامبری که برادر او صاحب مقام محمودی است، پیامبری که تمام از ابتدا تا انتها در زیر بیرقش جمع میشوند، حضرت دامنش میگیرن، تو پیش الله عزت داری، قدر داری، ما را شفاعت کن. با این قدر منزلت موی ریش حضرت سوره هود و برادرای هود که همه از مشکلات قیامت صحبت میکنن سفید کرده. اما برادرای عزیز، آیا فراموش کردیم و میدونیم ما در پیش هم که روز داریم؟ حضرت مولای میگو قیامت به نهایت روزی سخت است، زبیم او فلک ها لخت لخت است، قدی نیزه فراید قرص خورشید، بجوشد مغز سرها لرزد چون بید. اذا السماء انفطرت، این آیت ها برای چی هست؟ آسمان ها پاره می شوند، زمین ها پاره می شوند. انا در همون روزی مشکلات برای چی من قیامت پیش آوردم؟ برای اون آوردم که حدیث پیامبرمون است که روزه و قرآن اونجا در از پشت شما نزد الله مهربان طلب میکنه که ای الله مهربان، اما صدقه ای بنده تو شم، ایرا خدای مهربان خیر تیا که ای هیچ وقت من جدا نبود، ای سحرم که میشید هوی میکرد، بیگم پیش ای خوابم هوی میکرد، هر لحظه که میافت ای با من مشغول بود، ای خودش در من دادگی بود. خدای مهربان، من نجات ای را ای تو طلب میکنم. پشتیبانت وقتی قرآن باشه، تو میدانی در میدان قیامت کی؟ تو میدانی چقدر اوجا آبرو داری؟ وقتی قرآن میاد از پشت تو نزد الله مهربان، البته الله مهربان این پشتیبان ها را پشتیبانی میکنه. همین برادر عزیز، یک خانه آدم، یک آدم قرآن میخونه، دیگر هیچ کس قرآن نمیخونه. خیلی میدک باشم بگیم خیلی انشاءالله بد میکنن. یکی در برابر همین که من مقصد گپم دا بیام، من مثال یک خانه آدم که بگم یک تاکد همون دعاهایی را که پیامبر میکرد، یک دعاش نمیدونیم، یک دعایی که پیامبر میکرد، برادر در یادش آخه با در فکرش هم نیستیم، با در جستجوش هم نیستیم. آخه آیا همین این مردک با محبت سنت ما را فیراد کردگی؟ به خاطر
پایبند شدن به سنت به خاطر که از شفاعت این پیامبر نازنین برخوردار شود. اما برادر عزیز، اگر به شرط از این دعاها مثال برخوردار شیم، دعاهایی را که پیامبر کرده، باز یک کسک گمان دعا مبته یا دعایی میکنی که دلش پر خرافات و بدعت شرکیات است، یا گپایی میزنی که حیران میشه آدم در درون دعات. برای برادر آمد ابن حمید پیش پیامبر نازنین چی گفت؟ گو علمنی دعا حضرت که دعا میشانته. اگه بیاین همین دعای ابن حمید ما از خود کنیم. چیش گفت ابن حمید؟ گفت قل اللهم اینی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. چقدر دعای زیبا برادر عزیز، چقدر دعای خوشرو، چقدر زبان شیرین پیامبر نازنین. گفت بگو ای ابن حمید، پناه طلب میکنم به سوی تو از بدی گوش، پناه طلب میکنم به سوی تو از بدی زبان، پناه طلب میکنم به سوی تو از بدی چشم، پناه طلب میکنم به سوی تو از بدی دل قلب و پناه طلب میکنم به سوی تو از اینکه مبادای در دنیا به زنا به دست یک زن نامحرم داشتن مبتلا شوم. به سوی تو پناه طلب میکنم. برادر عزیز، اگر همین دعایی را که حضرت کردن ما همین را اگر کنیم، همین گوشهای ما از بدی که از هر حرف بیهوده، از هر سخن بیهوده بی‌معنی، وقتی ما گوشامون حفظ کنیم نمانیم که گوش کنم، چشم هامون از دیدن هر یک چیزی ناجایز حرام حفظ کنیم، زبان ها را همچنان بین در دل ها همیشه گمان های نیک جا کنیم و هیچگاه میلمان مثال به سوی کار حرام یعنی زنا نباشد. اگر همین قدرش ما انجام بتیم، تو میدانی چه خیلی آدم میشه، تو تماما آدم دیگر میشه. ولی ما میشینیم صحابه ها را وصف میکنیم که حضرت سعد ابن ربیعه ایخیل بود، حضرت مثال عبدالله ابن عمر ایخیل بود، انمونها حفظی از امینا کرده بودن. برای همین تاریخ اونها آدم در تعجب میاره، حیران میشه. خدا را سپاسگزاری میکنیم برادر، الحال که من برای این دعا را پیش آوردم که به خاطر که الحال گوشای ما همون گویم که طعامی که برای همین در کار بود الحال در همین جا همون برخوردار شدیسته، همون حرفایی را که باید این گوش بشوه الحال همون را شنیده استه. ندو حق نشنود کسی کور و کر است، بلکه از آنم فروتر است. حق نمیدیدگی، حق گوش نمیکردگی را حضرت چی میگه؟ میگه این کورای و کرای از این دم پایانتره. الله را ما سپاسگزاری میکنیم. آیتی را که من گفتم برادر عزیز از سوره مبارکه اسراء، تقویت گپی برادرم قاری ابراهیم ده که درباره تربیت فرزند ما را گوشزد کرد. الله چی گفت؟ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. شما از آنی که من مقصد یعنی فرزندها را بگیم با قتل نرسانیم، از ترس آنی که من این مقصد پگاه کلان شوه یا من از کجا مثال شکمش سیر کرده میتونم. یعنی فرزندها را برادر عزیز در جاهلیت بگیم و زمانهایی که مردم آگاهی نداشتن، به خاطر همینه که من اینا چگونه از عهده شکمش میبرم، تولد که میشیدن میبردن نابود چون میکرد. الله میگه ای کارا نکنیم. نحن نرزقهم و ایاکم. خدا میگه که همون
شکم همورا و شکم بیتره من سر میکنم. یعنی ریسکی اونها و ریسکی شما بزیمه شما نیست، بلکه بزیمه منه. این قتلهم کان خطئا کبیرا. الله میگه زیرا این قتل هایی که شما کردین یا قتل هایی که شما میکنین این بسیار یک خطای کلان است، بسیار یک جرم کلان است. برادرای عزیز و گرامی، ولی ببینین اگه به همین آیتی که من خواندم شما در فکرتون رفت که همین آدمایی که همین فرزند به همین خاطر میکشن خیلی مقصد آدمای ابله، آدمی بسیار بگیم رزیله که یک فرزند تو برای نابود کنی که من را پگه چکر تامین میکنم. انا که ببین مقصدی مفسر قرآن همین معارف قرآن برادرای عزیز، همین محمد شفیع این پدر همین محمد تقی عثمانی است. این کس برادرای عزیز در همین تفسیر معارف القرآنش در زیر می آید میگد که اگر پدر و مادری که فرزند اگر تربیه نکنه از همون نفرهایی که اونها برای شکمش ترسیده کشتن اینا هم از اونها کم نیستن. اینها هم میگد در گناه از اونها کم نیستن. وقتی فرزندی را که اگر میگد در او اهمیت نباشد، تربیه نباشد، بین نظارت نباشد، همونایی که کشتن فرزندا را گناه شما میگه از او کم نیست. برای همین قدر بگیم اکر تاجیکیش بگیم هم قد جاگیدنی که میجگی و هم فریاد میزنی و همین که میگوی آخه اگر همو برادر عزیز اگر در فکری تو بروا، اگر در عقل تو همی جای بگیرد، در توفیق تو هم برای تو همی کارا بکنی، آخه راحتی او را تو میبینی و من راحتی او را در دنیا و در آخرت خودت میبینی. من برای همین 4 حرفی که میگم دلالت میکنم، یک آیت یا حدیث میگم، من برای اینش ثواب میگیرم. ولی راحتی او فرزنده هم در حیاتت هم در بعد حیاتت فایدهش شما میگیری. شیخ سعدی میگو خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیوان نتوان بافت از این پشم که ریشتی. این خاری را که تو کلان کسی پگه تای خرما خوردن نمیتونی. برای همین برادران عزیز و گرامی در حقیقتا از بندگی خداوند خودمان دور نگیریم و همیشه با یاد خدا باشیم، با ترس خدا باشیم. الله را همیشه حاضر و ناظر بدانیم در هر یک کارهامون، در هر یک خود در پشتی در باشیم، خود در بیرونی در باشیم، همیشه خداوند حاضر و ناظر بدانیم. ما را الله مهربان همیشه نظارت داره و حرکت کنیم که الله مهربان گفت شما دنیا را همچون مسلمان پدرود کنیم بریم. حرکت کنیم که از همین دنیا حیاتی با ایمانی داریم، مسلمانی داریم، با مسلمان همین دنیا را پدرود بگیم و حرکت کنیم برادران چکریم که برای بهبودی دنیامان کردیم، مهنت کردیم، چقدر زحمت میکشیم، چقدر مثال جانبازی ها میکنیم، آخرت هم از همین جا ما میتونیم که آباد کنیم. و همین ایستاده از همین جا هم برادران آخرت همون هم آباد کنیم. خداوند باز هم این برادر ما را خیر احسان هاش قبول گردانه و خداوند همه شما مهمانان در خدای مهربان خیر و نیکی نصیب گردانه و آن چیزی را که گفتیم الله مهربان توفیق عمل کردن شد در همه ما و شما نصیب بگرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله برکتتون برادر. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
در این فانی بقا را دوست دارم، در این ظلمت ضیا را دوست دارم. همه عاشقی زاری بندگانند، من آن بنده خدا را دوست دارم. محمد مصطفی را دوست دارم. ز اول تا به آخر از خلایق محمد مصطفی را دوست دارم. ز آدم تا به خاتم از دل و جان، ز آدم تا به خاتم از دل و جان رسول و انبیا را دوست دارم. ابوبکر و عمر عثمان و حیدر چهار پیری هدا را دوست دارم. ابوبکر که بوده با محمد رفیقی با وفا را دوست دارم. محمد مصطفی را دوست دارم. دیگر یاره که عمر بود که بوده غیور و با صفا را دوست دارم. نباشد در دو عالم همچو عثمان، حلیم و با حیا را دوست دارم. شاه مردان شیر راه رحمان علی مرتضی را دوست دارم. با ما مادر ازواجی پیامبر همه پاک و صفا را دوست دارم. غنی به سخاوت خود فقیر است، سخای اغنیا را دوست دارم. محمد مصطفی را دوست دارم. نمیزبد تکبر بر فقیران، نمیزبد تکبر بر فقیران، تواضعی گدا را دوست دارم. دوای دردی بیمار نام الله، دوای دردی بیمار نام الله. چو بیمار این دوا را دوست دارم. محمد مصطفی را دوست دارم. اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله و آله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. خدای مهربان خاتمه کاری همه ما بندگان را بخیر و خداوند محبتامون و اخلاصامون و سوی دینت باز هم زیاد بگردون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين.